مؤمنه قاسمова یکی از اشتراکچی آزمون است که صبح امروز در مرکز شهر خوجند برگزار گردید. این دخترک در روی اسفالت رسم تصویر نمود. رسم تصویر کردهش مبارزه ضد بیماری سیل را انعکاس نمود و میگوید بیماری سیل تبابت شونده می باشد. چاره‌بینی مذکور در اساس لایحه عاید به برهم دادن بیماری سیل برگزار گردید که در آن خوانندگان خواهشمند اشتراک نموده عاید به پیشگیری این بیماری تصوراتشان را روی اسفالت تصویر نمودند. در اینجا بیماری سیل را تصویر کردم، راه‌های گذریش و راه‌های تبابت شونده این بیماری را تصویر نمودم. یگانه راهی که از بیماری سیل ما تبابت می‌یابیم این توسط گلی رمشک می باشد. من این را در رسم خود تصویر نمودم و راه‌های گذریشش باشد توسط دهان، گاوزدن، لابی دهان می‌گذرد. آره، من درباره این بیماری معلومات‌های زیاد دارم. من را برای کشیدن همین رسم. چاره‌بینی مذکور بخشیده به روز بین‌المللی کاهش خوف آفت‌های طبیعی برگزار گردید. آن را نمایندگان هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت تشکیل کردند. مقصد آن بلند برداشتن دانش اهالی مخصوصاً خوانندگان جوانان به حساب می‌رود. روز بین‌المللی کاهش خوف آفت‌های طبیعی برای باخبرسازی عامه وسیع عاید به تاثیر منفی آفت‌های طبیعی به حیات و نیک احوالی آدمان امکانیت خوب را فراهم می‌آورد. مقصد این لایحه برهم دادن بیماری سیل، کاهش دادن آن توسط بردن کارهای فهماندهی در بین عامه می باشد. برای این کار 20 نفر والنتیران جلب کرده شده‌اند. تطبیق همین لایحه مذکور از 1 اکتبر سال 2019 آغاز شده بود. من دویم سال کاری همین لایحه را به اتمام رسانیدیم و این لایحه تا سال 2024 دوام خواهد کرد. هدف گذرانیدن روز بین‌المللی کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی بلند برداشتن معرفت اهالی دایر به آن که از آفت‌های طبیعی میتوان دوری جست و یا آن را پیشگیری نمود. همچنین عاید به کاهش خوف آفت‌های طبیعی استراتژی‌های موجودند که به کاهش خوف موجوده روانه گردیده است. گرمی غیر مقرری که همین سال هم به قید گرفته شد، ما در یک جایگی با کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردشدنی جمهوری تاجیکستان و هیدرومترولوژی جمهوری تاجیکستان یعنی آب و هوا سنجش با دستگیری مالیوی بانک فدرالی آلمان و صلیب سرخ آلمان یک برنامه را تحریزی نمودیم که این برنامه مذکور در 5 شهر و ناحیه‌های ولایت سوق عمل کرد. در جنبسته چاره‌بینی غالبان آزمونی مذکور از روی 2 نومیناسیون معین کرده شدند و صاحب تحفه گردیدند. مقصد به جز از هوسمند نمودن اینچنین بلند برداشتن دانش و پیشگیری نمودن خوف و خطر آفت طبیعی محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و مفتون شکورова و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.